عثمان تلفن کرد به من، کابینه رو چیدش. هر وزیری گفتش نمیام، گوشش رو کشیدش. گفتم که وزیر خارجه کی باش آقا جون؟ گفت در آخشی با کشک بادمجون. صالحی میگفتش نمیشه وزیر رشاد. استاد گفت خفه بشین سر جات. گفتم آقا نکرم کم و بیش، این کابینه این قیچینم ریش. اون پاسدار بیریش دنبال سپاهه. عثمان میگه این تو کابینه وزیر راهه. خلاصه عثمان گفت به هم زرشکی، دولتی میخوام امام مشکی. گفتم آقا نکرم کم و بیش، این کابینه این قیچینم ریش.